خوش آمدید. برنامه اخبار آزادی رو برای روزی 26 مارس من مومین احمدی پیشکش میکنم. سلام بیننده عزیز. حالا نگاه به سرخط خبرها. وکیلان دومه دولتی پیشنهاد دارند مهاجران کاری تنها در همان ساحه کار کنند که در پتنتشون ذکر شده است. سازمان دهشت افکنی داعش دوباره سربالا میکند. از ایران تا امریکا از آشکار شدن شیوه‌های خطرناک کار این سازمان میگویند. و به دنبال آن ساختمان شاهراه برای قصر نو پرزیدنت قرقیزستان ساکنان یک محله شهر بیشکک را ناراحت کرده است. کوچیم هیچ کجا نمی کوچیم. این یورته نیست که آن را جمع کنیم. این خانه است. برای ساختنش پول و 3-4 سال مهلت در کار. به دومه دولتی طرح قانون پیشنهاد شده است که در پتنت های کاری ذکر کردن کسب کارگر خارجی را پیش بینی میکند. صلاحیت معین کردن ترتیب دادن چنین پتنت ها به وزارت کارهای داخلی واگذار گردیده است. وکیلان اصرار می‌ورزند که تغییرات وارد شده نه به کاهش شماره مهاجران کاری بلکه تنها به تنظیم درآوردن تقسیم آنها در بازار مهنت نگرانیده شده است. شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد. وکیلان دومه دولتی می‌خواهند به مهاجران پتنت مقصدناک داده شود. یعنی طبق آنها شهروند خارجی حق دارد تنها از روی اختصاص کار کند که در حجت ذکر شده است. لایحه قانون در این باره را به پارلمان روسیه یاروسلاو نیلوف عضو حزب لیبرال دموکرات پیشنهاد کرده است. به گفته او به دلیل آنکه فعلا مهاجران در کجایی که می‌خواهند کار می‌کنند در بازار مهنت بی‌بندوباری به وجود آمده است. نیلوف در تقویت گفته‌هایش مثال آورده است در حالی که در ساختمان‌ها نیروی کار نمی‌رسد شهروندان خارجی بیشتر به کوریری یا برکشانی مشغولند. وکیل روس باور دارد که تشبث پیشنهاد شده بازار کار را به تنظیم می‌دارد. با اقرار نیلوف روسیه واقعاً به کارگران خارجی نیاز دارد، اما به اعتقاد وی مهاجران باید به ساحه دقیق کارخانه یا منطقه مشخص جلب کرده شوند. در روسیه شهروندان خارجی حق ندارند که بی پتنت کار کنند. پروانه کار باید منتظم دراز و پول هر ماه آن پرداخت کرده شود، وگرنه شهروند خارجی حق دریافت درآمد رسمی را از دست می‌دهد. از روی معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در سال 2024 در روسیه 2 میلیون پتنت داده شده است. یاروسلاو نیلوف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی RTV گفت عین حال به مهاجران پتنت یگانه داده می شود که طبق آن هر کس می تواند به حیث فراش، مکانیک، بیناکار و یا مثلا خطکشان کار کند. در عین زمان می افزاید وکیل در اجازتنامه کاری در خانه‌چه‌ای که باید کسب ذکر گردد خالی گذاشته می شود. برای تنظیم بازار کار برخورد هدفمندانه ضرور است. دادن پتنت به طور مقصدناک امکان می‌دهد که خارجیان به آن منطقه جلب شوند که بازار واقعاً به آن نیاز دارد، نه آنچنان که امروز مهاجران در جای کار می‌کنند که برایشان فایده آور و تبدیل نیست. بسیاری از بیناکاران دیروزه به کوریری گذاشتند. در ساختمان‌ها امروز کمبودی دیده می‌شود. افضلیت ما ساحه ساختمان است. توسط پتنت‌های مقصدناک به این هدف نائل شدن ممکن است. این وکیل روس در حال از رو آوردن مهاجران به کار کوریری میگوید که روزهای اخیر در شهر سنت پترزبورگ ریدها در نسبت کوریران اسکوتر سوار آغاز شده است. بنا به اطلاع پلیس این شهر تنها در روز اول رید 13 مهاجر بی‌حجت را مشخص کرده و 9 نفر دیگر را از اداره این واسطه نقلیات منع کردند. مصاحبان در صحبت با رادیو آزادی گفتند شماره مهاجران تاجیکی که این شب روز سرق اسکوترها برکشانی میکنند به هزاران نفر میرسد و علاقه چندین کسی آنها را هنگام ریدها بازداشت و اخراج نمودند. گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا داعش در گوشه‌های از جهان دیگر باره سر بالا می‌کند و از راه تغییر شیوه‌های ویرانگری و گسترش دامنه فعالیت گروهی که زمان قلمروهای عظیم سوریه و عراق را تحت نظارت داشت به تدریج به خطر جدی تبدیل می‌یابد. در این باره رادیو آزادی یک تحقیق مفصل نشر نموده است و همکارم طاهر سفر با محتوای این پژوهش آشنا شده است. از او خواهش میکنم در این باره معلوماتی بیشتر دهد. بله مومین، همکاران ما از بخش مرکزی خبری هم این مسئله را پیگیری کردند و با تحلیلگران زیاد صحبت داشتند. طوری میدونیم نیروهای تحت حمایت امریکا سال 2019 اعلام کردند که گروه به نام دولت اسلامی را از بین بردند، اما آنگونه که مشاهده‌های سالهای اخیر نشان دادند این اعلام فقط پایان خلافت خودخوانده داعش بود که بخش‌های عراق و سوریه را در دست داشت، نه پایان خطری که این گروه همچنان ایجاد می‌کند. حالا داعش نشان می‌دهد که از بین نرفته است و در نقاط دیگری جهان ظهور می‌کند و
توانایی‌های عملیاتی آن نیز در حال تحولند و تغییر می‌یابند. این گروه از ماه ینوری سال 2023 سلسله از حمله‌های پرسر و صدا را در جهان سر از ایران و روسیه تا به آلمان و ایالات متحده انجام داد. ادریان شتونی، کارشناس امنیتی بر رادیوی فردا گفت داعش همچنان تهدید منتظم به امنیت جهانی و مرگبارترین سازمان تروریستی جهان است و افزود این سازمان اکنون اساساً به شبکه تبدیل یافته است که به شاخه‌هایی که مستقلانه فعالیت دارند تکیه می‌کند. کالین کلارک، مدیر سیاستگذاری و پژوهش در گروه مشورتی سوفان در شهر نیویورک میگوید داعش اکنون سازمانی است که شاخه‌هایش از خود آن قوی‌تر هستند. او بر رادیوی فردا گفت داعش به عنوان یک سازمان غیر مرکزی حالا شاید چالش برانگیزتر از زمان باشد که یک سازمان دولتگونه بود. در ادامه صحبت از همکارمان طاهری سفر پرسیدم که افراطگرایان داعش در کجا فعال هستند و چگونه اعضا جلب می‌کنند. داعش توسط شاخه‌های خود در گوشه‌های از افریقا، آسیا و خاورمیانه حضوری فعال دارد. یکی از شاخه‌های فعالترین آن ولایت خراسان است که عملیات خود را فراتر از افغانستان گسترش داده و افراطیان را از کشورهای آسیای مرکزی به ویژه از تاجیکستان و ازبکستان به صف خود جلب می‌کند. در همین حال سومالی به یک مرکز اساسی برای گسترش فعالیت‌های جهانی داعش در افریقا تبدیل شده است. با بهره‌گیری از ناامنی و بی‌بندوباری در سومالی این گروه پایگاه‌هایی را ایجاد کرده است و شبکه‌های هم برای جذب جنگجویان از افیوپیا، سودان و تانزانیا بنیاد کرده است و تبلیغات خود را با زبان‌های گوناگون به راه مانده است و جذب نیروی داعش فقط در محل‌ها صورت نمی‌گیرد بلکه به صورت آنلاین هم در جریان است. با گفته ادریان شتونی در فضای مجازی داعش همچنان با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده ایدئولوژی‌های خود را پهن می‌کند، مردم را افراطگرا می‌سازد، پول جمع می‌آورد، سرباز می‌گیرد و حمله طرحریزی می‌کند. کارشناس به حمله‌های اخیر در اروپا اشاره کرد که با الهام گرفتن از داعش انجام گرفتند و به قول شتونی سه روند نگران کننده را نشان می‌دهند. یعنی افراطگرایی از طریق اینترنت زودتر صورت می‌گیرد و به دام افراطگرایان هم هرچی بیشتر جوانان و نوجوانان و نورسان می‌افتند. تشکر از همکارم طاهری سفر که درباره فعالیت گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش تفصیلات داد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 25 مارس گفت که می‌خواهد سرمایه‌گذاری فدرالی دو رسانه دولتی رادیوی مردمی NPR و PBS را خاتمه بخشد. او دستور داده است که حکومت فعالیت‌های مالی این دو رسانه را تفتیش کند. در این بین یک گروه از قانونگذاران آمریکایی از دونالد ترامپ خواستند که مبلغ‌گذاری رسانه‌های بین‌المللی از جمله رادیوی آزادی را برقرار کند. تفصیلات در گزارش کیومرثی عطا. ده‌ها قانونگذار آمریکایی روز 25 مارس از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا فرمان اجرایی خود را برای بستن آژانس رسانه‌های بین المللی آمریکا یا USAGM بیکار کند. به گفته آنها این اقدام تأثیر ویرانگری بر رسانه‌های زیر چتر این نهاد از جمله رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی خواهد گذاشت و تنها بر رقیبان آمریکا به مانند روسیه و چین، ایران و کره شمالی کمک می‌کند. نامه را بیش از 40 عضو کنگره امضا کردند. در نامه آمده است که قطع کار آژانس رسانه‌های بین المللی آمریکا به اعتبار و جایگاه ایالات متحده در سراسر جهان آسیب می‌رساند. مؤلفان گفتند اگر USAGM بسته شود، از گون تا مینسک و تهران میلیون‌ها نفر در جامعه‌هایی که آزادی رسانه‌ها در آن محدود است، از دسترسی به معلومات درست و واقعی محروم خواهند شد. در ادامه از رئیس جمهوری آمریکا خواسته شده است که این فرمان خود را بازبینی کند. برنامه را با گزارشی از قرقیزستان ادامه می‌دهیم. در بیشکک مقامات ساکنان یک منطقه کنار شهر را می‌خواهند از خانه‌هایشان بیرون کرده در جای این محله استقامتی راه سازند.
نقشه آنها این است که در جای این محله ها به نام کرگیزیا 1 و 2 راه حکومتی وسیع‌تر ساخته شود. ولی مهمترین نگرانی ساکنان این است که به جای خانه های ویران شدهشان به آنها چیزی جبران نمی شود و گویا محله آنها در جای ممنوع شده بنیاد شده است. گزارش نسته شوریمی را همکارم خیرامان بقازاده تقدیم می کند. نوشتن که قریب 11 متر بریده شود. اگر راست باشد خانه من پره نابود می شود. من چه خیل زندگی کنم؟ کسی آگاه نکرد. هم تو آمده نوشتند. اموربек Дубашеви 85 сола ҳафтаи гузашта хабар ёфт ки эҳтимолан бехонаву дар мемонад. Дар девори хонааш ки 20 соли умраш инҷо гузашта аст, рақами 1045 пайдо шуд. барои васеъ кардани роҳ ҳамин миқдор лозим будааст. куҷо мекӯчем? ҳеҷ куҷо намекӯчем. ин юрта нест ки онро ҷамъ кунӣ. ин хона аст. барои сохтанаш пул ва 3-4 сол муҳлат дар кор. роҳи хубу дуруст аст. боз чӣ лозим? Дубашев ва ҳамсояҳои дигараш дар маҳаллаи Киргизия 1 ва Киргизия 2 аз мақомот талаб карданд вазъро ба онҳо шарҳ диҳанд. мақомот гуфтанд беш аз 60 объект яъне хона, девор, сохтмонҳои дигар бояд аз байн бурда шаванд. шаҳрдорӣ мегӯяд онҳо аз хати сурх убур мекунанд. сокинон ҳуҷҷат доранд ки ҳамааш қонунӣ аст. Приходят и говорят о том, что теперь на вашей территории находится линия проектирования. Подчеркну. اومدن میگویند که در جای شما خط نقشه میگذارد. اما گپ مهم این است که این خط نقشه است. این خط سرخی نیست که شهردار یا ریاست معماری میگوید. آن تا امروز قانونی نشده است. красная линия. И она не узаконена на сегодняшний день. дар раёсати меъморӣ аз даъвои сокинон хушнуд нестанд. суҳбатро аз манъи аксунаворгирӣ ва ҷамъоварии телефон сар карданд. гуфтанд маълумот аз ҷумла нақшаи шаҳр махфӣ аст. ҳатто баъди мулоқот ҳам бисёриҳо қонеъ нашуданд. соҳибони хонаҳо ба ҳуқуқи худ ва санадҳои манзил пойфишорӣ мекунанд. мақомот мегӯянд шаҳр бояд рушд кунад. фақат 2 манзил дар хати сурх ҷойгир аст. аз дигарҳо фақат порчаи хурди қитъаи заминашон аз он ҷо мегузарад. мо ба шумо мегӯем ки ин ҷо роҳ барои дучархаронӣ, пиёдагардӣ ва сабзазот бунёд мешавад. худатон аз он истифода мекунед. онҳо мегӯянд ин моликияти хусусӣ аст. дар ин сурат чизе рушд намекунад. хиёбони Чингиз Айтматов шоҳраги муҳими шаҳр мебошад. ин роҳи ҳукуматӣ рост ба қароргоҳи Алуарча мебарад ки қасри нави президент он ҷо аст. дар наздикии он хонаву заминҳое ҷойгиранд ки бояд бардошта шаванд. чанде пеш роҳи зеботарини Бишкек аз рамзи маъруфи худ санавбарҳо маҳрум шуд. ҷавоб ба танқиди сокинон мақомот гуфтанд дарахтҳо кӯҳ набуданд ва ба ҷояшон дарахти афро мешинонанд. он вақт аз васеъ кардани роҳ хабаре набуд. ахиран дар мулоқот бо сокинон шаҳрдор гуфт ки генплан вуҷуд дорад ва он татбиқ мешавад. нақшаи куллии навсозии шаҳр хоҳем ё нахоҳем фардо ҳамин чиз мешавад. мо наметавонем ҳар дафъа роҳро борик ва торафт ба танбашавӣ бештар роҳ диҳем. шаҳр бояд рушд кунад. Город должен развиваться. фақат як гузаште ки ба он мақомот розӣ шуданд на 12 балки 4-5 метр кам кардани қитъаҳои замини сокинон мебошад. вале ҳукумат дар фикри додани ҷубронпулӣ нест. дар доираи қонун ҷубронпулӣ пешбинӣ шудааст? инро мо дар доираи қонун мебинем, вале пардохти ҷуброн феълан матраҳ нест. инро соҳибони манзилҳо ҳам тасдиқ мекунанд. онҳо ҳақ доранд ба замину хонаҳои худ нархи дилхоҳ гузоранд. сокинон ба қонуне ишора мекунанд ки дар он ҳеҷ ҳарфе дар бораи ҷубронпулӣ нест, танҳо истилоҳи харидани моликият бар асоси нархи бозор вуҷуд дорад. و یک خبر کوتاه. евгений گوتسول رهبر منطقه گاگاوزیا در مولداوا هنگام کوشش بیرون رفتن از کشور در فرودگاه کیشینیوف دستگیر شده است. مرکز ملی مبارزه با فساد مالی در مولداوا خبر داد که گوتسول در دایره یک پرونده جنایی برای 72 ساعت بازداشت گردید. سپاس که ما را همراهی نمودید. بیشتر خبرهای ما را در سامانه آزادی‌آرگ و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام و تیک تاک و ایکس پیگیری کنید. خدا نگهدار.